سازمان همکاری‌های اقتصادی و رشد فساد مالی یا کروپسیا را در برابر فقر از مشکل اصلی تاجیکستان نام برده گفته است که تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از فساد هیچ بهبودی نآورد. گزارش این سازمان بعد از نشست مشترک کارشناسانش با مقامات تاجیک آخر هفته گذشته در شهر دوشنبه نشر شد. رهبریت آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا تاجیکستان این گزارش را شرح ندادند، اما در گذشته مقامات گفته بودند که برای مبارزه با فساد کمر را سخت بستند و در این را به کسی رحم نخواهد شد. اخیراً این نهاد با نشر یک آگاهی به مردم نیز هشدار داد که از این به بعد افراد رشوه‌ده بازداشت و در برابر قانون جوابگو خواهند بود. کارشناسان سازمان همکاری‌های اقتصادی و رشد گفتند حکومت تاجیکستان همساله درباره میزان فسادکاری در اداره‌های دولتی نظرپرسی انجام می‌دهد و نتیجه این پژوهش‌ها بیانگر آن است که سطح فساد در کشور همچنان بلند است. در این گزارش ذکر شده است قانونگذاری ضد فساد و ساختارهای ضد فساد نیز ضعیف باقی می‌مانند. از جمله گفته می شود روند خریدهای دولتی چندان شفاف نیست و مکالمه دولت با ساختارهای تجارتی معمولاً به نام انجام داده می شود. پژوهشگران آشکار کردند که نظام ضعیف ضد فساد در سطح حاکمیت محلی شرایط را برای فسادکاری در زمینه جدا کردن قطعه‌های زمین فراهم کرده است. با درک این مشکلات پژوهشگران به مقامات تاجیکستان مشورت دادند که نظارت به اجرای قانونگذاری ضد فساد را با جلب جامعه شهروندی تقویت ببخشد. همچنین تأسیس مرکز تحلیلی و اطلاعاتی در نزد آژانس مبارزه با فساد برای تحقیق حادثه‌های پیچیده فسادکاری باید راه اندازی شود. این سازمان اینچنین مشورت داده است که اعلامیه دارایی‌های منصبداران تاجیک دسترسی مردم شود. شفافیت فعالیت دادگاه‌ها و مستقلیت دادرس‌ها شرط دیگری بهبود وضع جلوگیری از فسادکاری در تاجیکستان دانسته شده است. تاجیکستان در سال 2006 شورای مقاومت با کروپسیا و به دنبال آن آژانس مبارزه با فساد را تأسیس داد. هرچند مقامات رسمی کشور نتیجه مبارزه خود را مؤثر نشان می‌دهند، به نوشته سازمان‌های بین‌المللی تاجیکستان هنوز نتوانسته است در این امر پیشرفت چشمگیر کند. خود رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه 2 سال قبل در شورای امنیت کشور جداً از فعالیت آژانس ضد کروپسیا اظهار ناقناعتمندی کرده هشدار داده بود که اگر این نهاد با همین میزان کمرنگ فعالیتش را ادامه دهد برهم خواهد داد.